سلام دوستان، وقتتون بخیر. روز خوبی رو واسهتون آرزو مندم. امروز با آموزش درست کردن لیست کشویی در اکسل در خدمتتون هستم. برای انجام این کار ما باید یک لیست داشته باشیم. ما را از کد ملی یا اسم یا هر چیزی که باشه هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام که توی این سلول لیست خودم و این لیستم رو به صورت کشویی داشته باشم. برای انجام این کار میام به زبونه دیتا، از باکس دیتا تولز گزینه دیتا ولیدیشن رو انتخاب میکنم و گزینه خود دیتا ولیدیشن رو میزنم. توی این قسمت گزینه لیست رو انتخاب میکنم و میام محدوده لیستم رو توی این قسمت سلکت میکنم. به همین راحتی تمام، اوکی رو میزنم. حالا من میتونم هر کد ملی که میخوام رو اینجا انتخاب کنم و توی این باکس قرار بدم. ممنون که همراهم بودید. نظرات خودتون رو واسه من بذارید و تا دیدار بعد بدرود.